این داستان الماس درون. یک روز پسری از پدرش سوال کرد ارزش این زندگی چقدره؟ پدر به جای جواب دادن یک تکه سنگ به او داد و گفت برو در بازار و این سنگ را بفروش. اگر کسی قیمت آن را پرسید 2 انگشت بالا ببر و چیز دیگری هم نگو. پسر هم به بازار رفت. یک زن از او پرسید قیمت این سنگ چقدره؟ میخوام در باغچه‌ام بگذارم. پسر چیزی نگفت و فقط 2 انگشت خود را بالا برد. زن گفت $2؟ من آن را میخواهم. پسر به خانه برگشت و به پدرش گفت پدر، یک زن گفت که حاضر است سنگ را $2 بخرد. پدر گفت پسرم، حالا میخواهم این سنگ را به موزه ببری. اگر کسی خواست آن را بخرد چیزی نگو و فقط 2 انگشتت را بالا ببر. پسر هم به موزه رفت و یک مرد نزدیک شد و خواست که سنگ را بخرد. پسر چیزی نگفت و فقط 2 انگشت خودش را بالا برد. مرد گفت $2000؟ من حاضرم آن را بخرم. پسر شوکه شد و با عجله آمد خانه و به پدرش گفت یک مرد میخواست این سنگ را به قیمت $2000 بخرد. پدر گفت پسرم، آخرین جایی که میخواهم این سنگ را ببری فروشگاه سنگ های قیمتی است. برو آنجا و سنگ را به صاحب مغازه نشان بده و بدون اینکه چیزی بگویی اگر قیمت را پرسید فقط 2 انگشتت را بالا ببر. پسر هم به فروشگاه سنگ های قیمتی رفت. سنگ را به صاحب مغازه نشان داد. صاحب مغازه پرسید از کجا این سنگ را پیدا کرده ای؟ یکی از کمیاب ترین سنگ های جهان است. من باید این سنگ را داشته باشم. چقدر می فروشی؟ پسر هم 2 انگشتش را بالا برد. مرد گفت من این سنگ را حاضرم $200,000 بخرم. پسر که نمیدانست چه کار کند با عجله پیش پدرش برگشت و گفت پدر، این مرد میخواهد سنگ را به قیمت $200,000 بخرد. پدر گفت پسرم، الان ارزش زندگی را درک میکنی؟ مهم نیست از کجا آمده ای، کجا به دنیا آمده ای، پوستت چه رنگ است یا چقدر پول در زندگیت داری. مهم این است که چه نقطه‌ای را برای ایستادن انتخاب می‌کنی، چه آدم‌هایی را انتخاب می‌کنی که اطرافت را احاطه کنند و چگونه جایی را برای بودنت انتخاب می‌کنی. شاید تمام زندگیت را در میان کسانی زندگی کرده باشی که ارزش تو را فقط $2 دانستند، اما هر انسانی یک الماس در درون خودش دارد. ما می توانیم انتخاب کنیم که اطرافمان را چه کسانی احاطه کنند که ارزش واقعیمان را و الماس درونمان را ببینند و ارزشمند بدانند. ما می توانیم انتخاب کنیم که الماس وجودمان را در بازار بگذاریم یا در فروشگاه سنگ‌های قیمتی. دوستان عزیز، نظرتون راجع به این داستان چی هست؟ خوشحال میشیم که با لایک و نظراتتون از ما حمایت کنید تا داستان‌ها و حکایت‌های آموزنده دیگر. خدا نگهدار.